صورتی خوب داشته باشد و صورت خوب خیلی علامت هست، علامتی مثلا خوب بودن سیرت. کم کم همی آدمایی میبینی که ترکبوچوب هم بزیبن با فیلشون هم بینیده در صورتشون هم هست و در همون سیرتشون هم هست همون کار بود که اخلاق بعد اصلا صورت تاثیر میرسانه. خی هست این چیزا هم هست بود همین چهرهش میگه که همیاد خلق زمین الا الخلق زمین، در پشت صورت زشت غالبا خلق زشت است، اخلاق زشت است. اما این واقعا قاعده کلی نیست که هر جا صورت زیباست در پشت سیرت زیباست. این قاعده کلی نیست. و اون چیزی که پیغمبر خدا گفتن که الچی وقتی میفرستید یا آدم نیکو صورت و نیکو مثلا چیز فرستید برای خاطر از باید مثلا فالی نیک گرفتن چون آدم حتی پیغمبر خدا از نامای خوش فالی نیک میگرفتن. در صلح حدیبیه گفت و شنید با مشرکا جور نشد، چند تا الچی آمد از طرف مشرکای مکه شهر من و بالاخره حضرت سهیل فرستادن. از دور آمدن گرفت حضرت پرسیدن که این دفعه کی فرستاده آمده سهیل؟ گفتن رسول الله سهیل است. گفتن سهیل باشد؟ گفتن ان شاء الله سهل امرنا، صلح ما گفتن کار سهل و آسان میشه، حل میشه. بس از نام حضرت فالی نمیگن، اونم از صورت خوش فالی نگرفته نه. این معنای تو قاعده کلی نداره که کسی صورت زیبا خلق زیبا. او به برادراش به رفیقاش به خانم باشه به دگانهاش افتخار میکردیم بچه من زیارت آمد، من خبرگیری آمد. در رسول اکرم قبرستان میدر آمدن برای زیارتی ارواح ها، برای استغفار دعا کردن برای ارواح ها. شاعرم میگه که ای که بر ما بگذری دامن کشان، سخت محتاجیم و الحمد بخوان. پیش قبری ثروتمندا گذره شام کشان نگاه میکنن جیپی ما را رفیق زشن بود و میگن که ای برادر خود ما رنگی تو بودیم، از تو بالاتر بودیم، اما امروز زیر این خاک خنک محتاج یا خدا رحمت کنه هستیم، ما را فراموش نکنیم. و به ثواب اینها مذهب اهل امام اعظم رحمت الله علیه ثواب چی قرائت قرآن چه خیر احسان ثوابش به روح میت میرسه. البته ضرورت نداره خراجات بسیار و تشویش بسیار. برای فرزنده خوشان هم شدن جمعه جمع شوند که ایلین بچه ها و نبیره های یک طبق اوقات کنن خورن، همون هم ثواب شده خدایا به روح بدن و رسان میرسه. هوای کفایی میکنه، ضرورت نداره 5000 کس کنن. خلاصه مقصد من اون کیش خدا خیلی که روز فرزنده استا کردن روح استار انشالله خلصن که خدا جاش جنت کنه، روش پر نور و با بچهش هم مثل خودش باریم صاحب عزت و حرمت کنه شدن. ما یه رای دور میریم با هوا بیکاره است، راه ویران تا میریم آدم منتظر مونه ساعت 11. اونجا بعضی شرط و قیده آورده است لیکن مثلا اسباب هیچی نمیکند، اسباب نواختن یعنی تحریک کننده نباشه میگه؟ تحریک کننده یعنی معنیش که شهوت انگیز نباشه. اسباب های موسیقی های سنتی را داده بود، سنتی ها شرف خواهد نه بسیار بحث خصوص دارم فتاوای معاصر شما خوندگی اون میگم نسته که غیر محرک باشه، غیر محرک باشه. این تحریک اینه میگم برای تحریم میگه موسیقی یگام نسته که هم صحیح باشد هم صریح وجود نداره. صحیح باشد صریح نیست، صریح باشد صحیح نیست. میگه همون نسا رو باید بررسی کردگه و برای آخر وقتی که اجازت میتیه برای تجویز همون چیز بعد چند قیده ها رو ذکر میکنه که بعد انم سال آیش که دام باید خبر نمیشه. اینو شکل البته چیزایی که عررش کی است اینا این بچه‌ای که اینا خواجه خود مناظر میخونن کو غزل ها موسیقی میخونن اصلا این اصولی بود از خیلی سهمگیر اساسا میگم خوبه اوسان غیر بعد دیگه عزیزان هستن. اونجا امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف موسیقی خوب داره و حتی یه دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه راحت میکنه غذای معنوی و هر چیزی که میگه مخالف فطرت انسان باشد و کسی حرام. امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف موسیقی خوب داره
و حتی یا دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است میگه موسیقی میگه راحت میکنه راحت میکنه غذای و معنوی هر چیزی که میگه مخالف فطرت انسان باشد و یک کسی حرام گفته نمیتونه موافق فطرت انسان باشه اسلام دین فطرت هم میگه هر چیزی که موافق فطرت انسان باشه الان معلم همجون رو روز شد و رسیدشه و حضرت میگه که هندوستان میگه هر یک ماه میگه یک تنبور چی میومد میگه فقط حلقه و ایل مجلسی خودتا رخصت میده مجلسی فصل نمیشه میگه از عالم خیلی ختم کردی دور بودن همه گوش میکردید کریستانه ما در بخارا ختم کردگی بودن بچه ها بعد یک افراد میشینن یا آدم بعد دیتار می نوازد خوب دیتار یا خیلی آدم خوب می نوازد دل آدم ملایم میشه گریه میکنه دیگه ملا بچه کاهش میکنه که این دپش داملا نکن حرام این که بعد حضرت سر میکنه مرگ احتیاج این آدم از مرگ یادآوری کردیشه نخواه حرام باید بوده اگه یاد دعا کنیم چه مستا خدا نگه داره الحمدلله تعاملنا و سقانا و کفانا و جعلنا من المسلمین و خیرات رو درگاهش قبول کنیم حاج میرزا شریفی برادری ما رو خدا جاش جنت رو الهی آمین فرزنده و برادر الله